یه سوال مهم، آیا واقعا میشه از یوتیوب درآمد داشت؟ سلام، به ویدیو امروز من خیلی خوش اومدید. وقتتونم به ثروت و سلامت. من فرنوش دهستانی هستم و امروز میخوام یکی از پرتکرارترین سوالاتی که بچه‌ها ازم میپرسن و دوباره جواب بدم و سوال اینه که آیا واقعا ما میتونیم از یوتیوب درآمد داشته باشیم یا نه؟ خب اول با هم دیگه بریم سراغ یه نکته خیلی مهم و اون هم شرایط درآمدزایی از یوتیوب هستش. ببینید بچه‌ها، شما تا شرایط درآمدزایی از یوتیوب رو به دست نیارید عملا نمیتونید از یوتیوب درآمد داشته باشید. و حالا اینکه این شرایط چی هست و خیلی کامل توی ویدیویی که لینکش رو اینجا براتون میذارم توضیح دادم. بهتون پیشنهاد میکنم که بعد از دیدن این ویدیو حتما این ویدیو رو ببینید تا بدونید که شرایط درآمدزایی از یوتیوب چیه. و راحت هم بهتون میگم هر روز که داره میگذره و پلتفرم های مختلف داره فعالیتشون متفاوت میشه، شرایط درآمدزایی از یوتیوب هم داره متفاوت میشه و یه جورایی میشه گفت که شرایط درآمدزایی از یوتیوب هم داره ساده تر میشه. اما یه اشتباهی که اکثر بچهای یوتیوبرای تازه کار میکنن اینه که فکر میکنن با گذاشتن اولین ویدیوشون، حالا این اولین ویدیو میتونه ویدیو بلند باشه یا میتونه ویدیو کوتاه باشه، میتونن از یوتیوب درآمد داشته باشن، در صورتی که این باور کاملا غلطه. شما باید شرایط درآمدزایی از یوتیوب رو به دست بیارید و حالا ممکن تا به دست آوردن اون شرایط و تا رسیدن به شرایط درآمدزایی از یوتیوب مجبور باشید 10 تا 20 تا 30 تا یا حتی 100 تا ویدیو بذارید تا اون شرایط رو به دست بیارید. و حالا اینجا صحبت از این میشه که من این شرایط رو وقتی به دست آوردم چجوری میتونم درآمدمو نقد کنم. ببینید 95% از ایرانی‌ها با کمک شرکت‌های نقد کننده درآمد توی ایران درآمد کانال یوتیوبشون رو نقد میکنن که من توی این ویدیویی که باز لینکش رو اینجا براتون میذارم توضیح دادم اگر خواستین با این شرکت ها قرارداد ببندید چه نکاتی رو در نظر بگیرید. و جالبیش اینه که این شرکت ها یعنی شرکت های نقد کننده درآمد زمانی با شما همکاری میکنن که شما اون شرایط رو به دست بیارید. یعنی که شما باید 1000 تا سابسکرایبرتون تکمیل باشه، 4000 ساعت واچ تایمتون تکمیل باشه و بعدش باهاتون قرارداد میبندن. و تا زمانی که این شرایط رو به دست نیاوردین اصلا هیچ شرکتی با شما همکاری نمیکنه، چون اونا نمیتونن کانال یوتیوب شما رو به حساب ادسنسشون وصل کنن و اصلا یوتیوب کانال شما رو بررسی نمیکنه که کانال شما رو تایید یا رد کنه. حالا نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه و باید بهش اشاره کنم اینه که کانال یوتیوب شما درآمد نداره، بلکه ویدیوهای کانال یوتیوب شما هستن که درآمد دارن. یعنی چی؟ یعنی که شما توی کانال یوتیوبتون شروع میکنید به گذاشتن ویدیو و تک تک ویدیوهای شما بر اساس میزان بازدیدی که به دست میارن درآمد به دست میارن و درآمد تک تک ویدیوها روی همدیگه جمع میشه و مجموع میشه درآمدی که کانال یوتیوب شما به دست آورده. حالا الان با همدیگه میریم روی گوشی موبایل، من براتون توضیح میدم که چه اتفاقی برای درآمد یک کانال یوتیوب میفته و اگر کانال یوتیوب شما بخواد درآمد داشته باشه شما باید اصلا چه کاری رو انجام بدید. ببینید بچه‌ها، اگر شما بخواید از یوتیوب درآمد داشته باشین باید روی بازدید ویدیوهاتون کار کنید، چون بازدید ویدیوهای شما هر چقدر که بیشتر میشه عملا درآمد شما از یوتیوب بیشتر میشه. حالا اگر بخوام از روی کانال خودم براتون مثال بزنم، مثلا من توی 365 روز گذشته یه چیزی حدود 1000 یورو از یوتیوب درآمد داشتم، با اینکه واقعا توی یک سال گذشته خیلی ویدیوی کمی توی یوتیوب گذاشتم، شاید ماهی یه دونه ویدیو بیشتر نذاشتم، اما یه ویدیوی من تونسته درآمد قابل توجهی رو برای کانال من بیاره. مثلا این ویدیویی که 0 تا 100 آموزش یوتیوب هست یه چیز حدود 723 یورو برای من درآمد داشته و مابقی ویدیوهام درآمدشون خیلی کم بوده. مثلا ویدیوی بعدیم 21 یورو تقریبا درآمد داشته. پس نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه اینه که شما اگر بخواید از یوتیوب درآمد داشته باشید باید روی بازدید ویدیوهاتون کار کنید و موضوعاتی رو برای ویدیوهاتون انتخاب کنید که مخاطب شما برای اون موضوعات سرچ میکنه و یا اینکه میدونید اون موضوعات برای مخاطب‌هاتون جذابه. اینجوری ویدیوهاتون بازدید بیشتری میگیره و چون ویدیوها بازدید بیشتری میگیره عملاً درآمد بیشتری هم اون ویدیوها دارن و در مجموع درآمد کانال یوتیوب شما بیشتر میشه. حالا بریم سراغ یه نکته مهم دیگه. ببینید ما اینجا هم برای شورت ویدیوهامون درآمد داریم، هم برای لانگ ویدیوهامون یعنی ویدیوهای بلندمون که ویدیو معمولی هم بهش میگن. برای هر دو تا دسته از ویدیوها درآمد داریم. مثلا الان من شورت ویدیوها رو اگر انتخاب کنم باز توی 365 روز گذشته یکی از شورت ویدیوهای من یه چیز حدود 3.5 یورو درآمدش بوده. و حالا برای بحث درآمدزایی از یوتیوب
یک اصطلاح خیلی مهمه و اون اصطلاح هم چیزی نیست تحت عنوان RPM. مثلا اگر نگاه کنین RPM کانال من برای این ویدیو هم توی 365 روز گذشته به طور میانگین یه چیزی حدود 8 یورو بوده. حالا به 8 یورو نرسیده ولی RPM من یه چیزی حدود 8 یورو بوده و 8 یورو میشه گفت درآمد خیلی زیادیه برای ویدیوهای آموزشی. و نکته که دوباره اینجا مهمه، ببینید این RPM به طور میانگین برای کل کانال من هست که اینجا الان داره بهم نمایش میده، ولی هر ویدیو جدا جدا برای خودش یک RPM داره و RPM تک تک ویدیوها روی همدیگه جمع شده. RPM الان کلی کانال من رو اینجا به من الان داره نشون میده. حالا بریم ببینیم که RPM چیه و ببینیم که CPM چیه. برای بحث درآمدزایی شما باید دو تا اصطلاح خیلی کامل خوب یاد بگیرید: CPM و RPM. CPM مخفف کاست پر میله و RPM مخفف revenue پر میله. ببینید کاست پر میل یعنی اون مبلغی که شرکت های تبلیغ کننده بابت هر 1000 تا بازدید به یوتیوب میدن. مثلا یوتیوب میگه که ببینید من روی کانال خانم فرنوش دهستانی، مثلا یکی از تبلیغ کننده ها میاد اینو میگه من به ازای هر 1000 تا بازدید روی کانال فرنوش دهستانی مبلغ $8 رو پرداخت میکنم. اما این $8 درآمدیه که سهم یوتیوب هم داخلشه. یوتیوب میاد از این $8 45% رو خودش برمیداره، 55% رو به من که تولید کننده محتوا هستم میده. پس CPM درآمد خالص من نیست. CPM اون مبلغیه که شرکت های تبلیغ کننده به یوتیوب پرداخت میکنن. اما RPM مخفف revenue پر میله، یعنی اون درآمدی که من به عنوان یک یوتیوبر به ازای هر 1000 تا بازدید هم از یوتیوب میگیرم. یعنی یوتیوب میاد اون 45% خودش رو برمیداره و اون 55% رو به من میده و ریونیو پر میل میشه درآمد خالص من. پس من روی اون چیزی که باید حساب کنم RPM هم هستش. پس اگر RPM کانال من یه چیزی حدود 8 یورو بوده توی یک سال گذشته، پس میشه گفت تقریبا CPM کانال من یه چیزی حدود 16 یورو بوده. چرا؟ چون 16 یورو رو شرکت های تبلیغ کننده به یوتیوب دادن، یوتیوب اومده سهم خودش رو برداشته و 55% رو به من داده. پس اون چیزی که سهم من هست RPM کانال من هستش. پس نکته‌ای که شما باید به عنوان یک یوتیوبر در نظر بگیرید اینه که میزان CPM و میزان RPM ویدیو به ویدیو متفاوته، توی بازه‌های زمانی مختلف متفاوته. یه زمانی ممکنه CPM RPM کانال شما بالا بره، یه زمانی ممکنه پایین بیاد. توی یک فصل هایی که فصل تبلیغات شرکت های تبلیغ کننده پول بیشتری رو پرداخت کنن، پس CPM RPM کانال میره بالاتر. توی یک فصل هایی ممکنه مبلغ کمتری رو پرداخت کنن، پس CPM RPM کانال میاد پایین تر. نسبت به لوکیشن و موقعیت جغرافیایی که مخاطب شما ویدیوی شما رو میبینه، دوباره میزان CPM و RPM کم و زیاد میشه و این رو شما باید در نظر بگیرید که میزان CPM و RPM که تاثیر روی میزان درآمد شما به ازای هر 1000 تا بازدید میذاره. خب این بود از ویدیو امروزمون تا اینجا. من سعی کردم راجع به مبحث درآمد از یوتیوب توضیحات کاملی رو براتون بدم. البته سعی میکنم توی ویدیوهای بعدی رو که براتون میذارم توضیحات جذابتری راجع به درآمد از یوتیوب بذارم، چون راجع به بحث درآمد از یوتیوب سوالات خیلی زیادی رو از من میپرسین و من سعی میکنم تجربه‌ام هر چی که از تو این زمینه رو باهاتون به اشتراک بذارم. مثل همیشه براتون آرزو میکنم یه روز خوب، یه هفته خوب و یه زندگی خوب داشته باشین. ویدیو بعدی حتما میبینمتون.